فیض هستی از وجود مهربان مادر است. اصل ما، نام و نشان ما زبان مادر است. سرود اولینی که به گوش فرزند رسیده او را خواب راحت میبخشد الله روحنواز مادر است. ما کلاسالان به قدر این سرود نمی رسیم، چون که در وقت خردسالی عقل شنیدن نداریم، به یادمان نیست، در خاطرمان نمیماند. اما خیلی نیست. لیکن مادری که سرودی الله را خوب زمزمه میکند برای کلانسالان هم حتی برای مردم هم پارم است. وقتی کودک نوزاد را در گهواره مادر الله میگوید، نه اینکه برای گوش کودک، حتی برای کلانسالان هم خیلی و این تربیوی دارد، به یادش میاره. چونین الله را مادرم نسبت به اون گفته است در خردسالی، یا نه؟ مهر مادری مشفق و غمخوار برای هر یک فرزند از آغوش گهواره و ایام طفلی آغاز یافته او را تا لحظه های واپسین عمر راهنمایی می کند و مدار را قوت می دهد. یعنی بوی بهشتی مادر و لذت شیر پاک و سفیدش از مشام فرزند هرگیز زدوده نمی گردد.